درود دوستان عزیز، من مینا بیابانی هستم و به طور خلاصه خودم معرفی کنم. مؤلف کتاب کودک هستم و دستی در نوشتن دارم. به عنوان قصه گو فعالیت میکنم و همجور مربی تئاتر و نمایش کودکان. اما جای اون دونستم که به لحاظ کتاب و کتابخوانی و ترویج این کار مثبت هر دفعه کتاب‌هایی رو معرفی کنم و قطعی از اون رو براتون بخونم. کتابی رو که برای شروع معرفی میکنم خدمتون در فاصله 2 نقطه هست. این کتاب نشر نی و زندگی خانم ایران درودیه. قسمتی از این کتاب رو براتون میخونم و انشالله در کارهای آتی معرفی کتاب، قصه برای کودکان و داستانخوانی خواهیم داشت. تا این مرحله از زندگی دانستم که میباید کوله بار غم‌ها و دلتنگی‌ها را بر زمین گذارد و به استقبال آینده رفت، حتی اگر این آینده 1 روز یا 1 ساعت یا فقط 1 لحظه باشد. مطمئن هستم بهترین لحظه بعدی زندگیم خواهد بود. شاید لحظه بعدی نوید خلق اثری باشد که هنوز نیافریدم، ولی در لحظه بعدی اثری به ابعاد آرزوهایم، اثری به رنگ عشقهایم، اثری به شفافیت تمام آینه ها خلق خواهم کرد و سپس این اثر را در بالاترین نقطه آسمان برخواهم افراشت تا تصویر تمامی این جهان در آن انعکاس یابد. عزیزان، این کتاب رو خواهر عزیزم پروین جان بهم هدیه دادن و از خواندن این کتاب لذت بردم و با بانویی، چون خانم بانویی به نام ایران درودی بیشتر آشنا شدم. البته ایشونو از قبل میشناختم. امیدوارم که شما هم از خواندن این کتاب لذت ببرید و حتما در جلسات بعدی آثار دیگه رو بهتون معرفی میکنیم و احتمالاً قصه گویی و داستانخوانی برای کودکان هم خواهیم داشت.